عمر ابن الخطاب رضی الله عنه کسی بود که ابو لؤلؤ مجوسی ایرانی فارسی کافر به قتل رسانید، چگونه که در تمام کتب معروف تاریخی و در احادیث و عقیدوی ذکر شده است. و این چنین می توانید این قصه را کاملا در کتاب شرح عقیده طحاوی از ابن ابی العز حنفی ببینید که ابو لؤلؤ مجوسی این کارد خود را از دو طرف، یعنی کارد دو نیزه دارد یا دو شاخ دارد یا دو تیغ دارد، کاردی که دو تیغ دارد از دو طرفش تیغ دارد، هر دوی این را زهرآلود کرد و در نماز فجر زمانی که عمر بن الخطاب رضی الله عنه نماز بامداد را می‌خواندند، در رکعت اول به عمر بن الخطاب 3 ضربه با این کارد زهرآلود خود زد. البته این مجوسی این نقشه کشتار عمر بن الخطاب رضی الله عنه را با فرمان یهودی ها انجام داده است، چگونه ای که امروز ایرانی شیعه با فرمان یهودی ها بسیار کارهای را انجام میدهد. پس اینها یهود و شیعه دوستان قدیمه با هم هستند. بارک الله فیکم. و بعد از این به 7 صحابه دیگر ضربه میزند و به 14 صحابه دیگر ضربه میزند و 7 صحابه دیگر را به قتل میرساند. اما با وجود همین، در حالتی که عمر بن الخطاب غلطیده اند از ضرب کارد ابو لؤلؤ مجوسی، میگویند قوموا فصلوا یا عباد الله، ای بندگان الله بخیزید نماز را بخوانید. و در حالتی که از بدنشون و از شکمشون خون میریخت نماز را برپا میکنند. بارک الله فیکم. اما امروز این شیعه های اثنا عشری گمراه شدگان و کافر شدگان در گرد قبر ابو لؤلؤ مجوسی در شهر کاشان طواف میکنند. مرحمت به اینترنت زنید ابو لؤلؤ مجوسی یا قبر ابو لؤلؤ مجوسی به شما آشکار می شود. امروز عصر نو است، همه چیز دیده می شود. در ایران یک شهری هست نامش کاشان. در همین کاشان در یک بلنده اش قبری را اونها خود به خود ساختند. این قبر را مقبره کردند و قصر کردند و در هر روز صدها هزار انسان ها، اگر مبالغه بکنیم یا که زیاده از هزارها انسان ها در گرد و اطراف این قبر طواف میکنند و ندا میکنند که ای الله ما را در روز قیامت با ابو لؤلؤ یک جای خیزان، اللهم احشرنا مع ابو لؤلؤ. یعنی داد و فغان میکنند که میگویند ای الله ما را روز قیامت با همراهی همین ابو لؤلؤ مجوسی خیزان، زیرا که این ابو لؤلؤ بهترین انسان در نزد تو است که عمر را کشته است. یعنی کشنده عمر را این شیعه ها بهترین انسان مینامند. سبحان الله. ببینید که چقدر بغض و عداوت نسبت صحابگان رسول الله صلی الله علیه و سلم دارند.